آقا این ولاگ از اینجا شروع میشه که ما امروز داریم میریم اصفهان. من و 2 دی تولد دخترم، من بهش نگفتم که دارم میرم اصفهان و قراره یه روز بریم سورپرایزش کنیم. خیلی دوستت دارم عباسی. هلو، از ولاگ روز دوم اصفهان. من از صبح که بیدار شدم رفتم بیرون، یه چیزی خوردم اومدم. بعد الانم دارم آرایشم رو ریتاچ میکنم که فرش باشه. بعدش منتظر دوستانم که بیاد دنبالم و هم دیگه بریم بیرون ببینیم چی میشه. گیر دادم به این مدل موه ها. اینم از پایان روز دوم. جیجی. هلو، ولاگ روز سوم از اینجا شروع میشه. آقا اومده یه کافه نگم برسیم. درگیرم. البته بیبه جا پارک خوبی؟ نه چه پول خیلی 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 زیاد. هلو، از روز 4 ولاگ اصفهان. ساعت 11:11 به قول ما جنوبیا 11 کم. دارم صبحونه از پیتزای دیشب میخورم، خیلی خوشمزه است. با عباسی وعده کردیم ساعت 11. الانم داره دیرمون میشه ولی منتظرم دیگه. دوستم بیاد دنبالم بریم پیش عباسی. ست دارم عباسی. عباسی جان جانان. عمو یدالله. باریکلا. راستی من آرایشم خراب نشده اینه که نه ازم آرایشت خراب نشده. فنش اینا میره روی یوتیوب ها آرایشم. آره همینجوری خودمونی. برو دیگه. خدایا خودش رو تمنه قیقابی تمام بودی یوتیوب طبقه اول عالیقاپو. این هم دانشگاه هنر اصفهان. خب طبقه دوم عالیقاپو. اینم دانشگاه هنر اصفهان از زاویه دورتر. خیلی حال نمی‌کنه. نقاشی هم که می‌بینیم پاره شده، اینا رو زمان شاه پاره کردن، زمان انقلاب یعنی.
اینا همه خانمای در حال شراب خوردن بودن. اینم توضیحات. اینجا داره شراب میریزه. دوتایی برو چیکار کنم؟ من باید بیام؟ بگو چه صدای آرامش دهنده. بنای زیبا هست داخل شهر اصفهان. من معرفی کنم. اولا پاد بگیرم بیام بالا. خب برو. نه خدایی چیکار کنم؟ از من سیکلی سوبری بازار حکی یاد گرفتم و دادا. دوله ما شهرستانی هلو از تو چهارمه بلک اصفهان. صبح که با عباسی رفتیم میدون شاه یا نقش جهان، بعدش هم اومدم خونه استراحت کردم. دوباره الان آماده شدم، دوستم اومده دنبالم بریم روز چهارم به پایان برسونیم. خیلی خستم واقعا، انرژی اجتماعی بودنم تموم شده. اینم از پایان روز چهارم فعلا. آذوقه راه همکنون ما درم یا صاحب سر دوها رو ببین. کار خلاقی چیزی داشتیم تماس بگیریم.